سلام علیکم برادرای عزیز. یک قصه نقل میکنیم. موی سفیدی بیچاره سحری روز میشه همه خیلی لرزیده، کلش جمانده کابینتی پروفسور میداره. سلام علیکم. پروفسور بابای میپرسه چا کردی موی سفید، چی حال داری؟ چی که به علم در دل؟ گفته ای بچه می عمرم برباد رفت، مزم نیست، من رنگه که میمرم. پروفسور گفته نمیمری بابی، حال آینده در پیشه. چند وقت شدی خیلی ضحکت میکنی؟ گفته بچم خیلی شید. پروفسور میگه بابی جان در همه حیات عمرتان یگان کاری خیلی کدگی که خاطرات بعد اختان مانه. گفته بچم سهر خانه بیا. پروفسور بیچاره سهر می خانه خیلی میشینه چوی پای میکنه ها بابا کن نخل که چیکار کردی؟ گفته این همی دیوال دیدی، این همی کتاوار دیدی، همینه من خودم نوشتم. او ملادس بابی نخبت خیلی دنیا این عمرتان بجای رسیده. بعد ایسر شاگردان میخونند خرسان میشه، شاگردام هم زور گذشته گیان. این دیوال دیدی این همشه شاگردان نوشتیان. های بهترین با ای شاگرداتم بده یا نشانه. یکم خاطرات دیگه هم کدگی بابی جان سالی 43 بود، همه رو جند بردن. همون قشلاق همسایه ده هر روز یافتم. همه هر روز قطعی کم گولیت میکردیم. بایده جنگل رفتیم. طوری علف ده دوری سرای ده سکس کردیم. علف ملایم. عروس همه خیلی کنوش علف ده میگوته. پروفسور میگه هی کار خوب نشید. هموجه یه فکر در کلم آمد که ای همه کتاوکا باشه یا چارته که کنوش ده بمانم. همه مگزین بسیار تعریف میکنن، تعریفات میکنن. خیلی یک گذرگوی این مگزین خبر بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. از چی بود با اینجا آدمو میسودی. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. اکجا وای یانگر کتی آدمو بگونه سلام علیکم.